سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. حسن موسوی هستم و میخوایم امروز با هم 20 دقیقه تمرین پیلاتس انجام بدیم که هم برای افراد مبتدی مناسبه، هم برای کسایی که مدتی تمرین پیلاتس رو انجام دادن. قبل از اینکه شروع بکنیم لطفاً اگر که تمرین دوست داشتین حتما لایک کنید، نظرتون رو در مورد تمرین بنویسین و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا تمرینات بعدی رو هم داشته باشید. بریم با هم شروع کنیم. من ساعتم رو تنظیم بکنم برای 20 دقیقه. عالی. خب آماده باشیم. پاشنه هامون رو به هم میچسبونیم. پنجه هامون از هم فاصله دارن. کمرم صافه. فاصله چونه تا گردنمون هم باید یک مشت بسته باشه. خب حالا دستامو باز میکنم، کشیده اینجا دم رو انجام میدم، بعد بازدم پشت دستامو میرسونم به هم، دم، شروع میکنیم به گرم کردن، دم، بازدم پشت دستام میرسه به هم، دوباره دم، دم، بازدم، تکرار، بازم، یکی دیگه. خیلی خوب، دستاتو بیار پایین. حالا میخوام با دستات دایره بزنی. بازم پاشنهات به هم چسبیده باشه، دستا کنار تنه، دم، پشت دستام بالا میرسه به هم، میشه بازدم. این پایین، دم، بالا، بازدم. بریم تکرار. ببین سرمو حرکت نمیدم، چونم تو گردنم نیست. عالی. دم پایین، بازدم بالا. تکرار میکنم یک بار دیگه. خیلی خوب. خب همینطور بذار پاشنهات به هم چسبیده باشه. زانوتو خم کن، لگنتو بده عقب، کمرتو صاف کن، دستاتو بیار عقب، دمو انجام بده، بعد دستاتو بکش. این دم، جلو، بازدم. سعی کن کمرت صاف باشه، گرد نشی، چونت نیاد تو گردنت. با هر بازدم که دستت میاد جلو، شکمتو منقبض کن. دوباره تکرار، ادامه. عالی. بازم یکی دیگه، آخری. خیلی خوب. آروم میام بالا. همینجور همچنان پاشنه هامو میخوام چسبیده نگه دارم به هم دیگه. میام روی پنجه با پاشنه‌ای به هم چسبیده، همچنان پاشنه هام چسبیده روی پنجم. زانومو خم میکنم، میام پایین، کمرم صاف، دستا باز. حالا یه کمی میخوام بچرخم، کنترل لازمه. دم میام چپ، بازدم میام راست، دم، بازدم، دم. عالی. تکرار، بازدم، بازم. عالی. دوباره بازدم، تکرار، یکی دیگه، آخری. دوباره برمیگردم وسط، پاشنه‌مو میذارم زمین. عالی. خب حالا کف دستمو میخوام ببرم به سمت سقف، آرنجا زاویه 90 درجه. میخوام دست رو این حالت باز کنم. دمو انجام میدم، دست باز. اینجا میشه بازدم. دم، دو، سه. عالی. چهار. دم، بازدم، دوباره تکرار. عالی. ادامه. یه بار دیگه. خیلی خوب. عالی. حالا همینو میخوام بیای روی پنجه انجام بدی. پاشنت چسبیده باشه، بیا روی پنجه، زانوتو خم کن، کمرت صاف باشه، دمو انجام بده. بریم یک. عالی. دو. همون تمرینه. دم، بازدم، دوباره تکرار، بازم یه دونه دیگه. خیلی خوب. عالی. پاشنمو میذارم زمین. حالا پاهامو باز میکنم، از عرض لگنم بیشتر، زانومو خم میکنم، پنجه‌هامو چرخوندم بیرون، کمرم صافه، دستام صلیبه، کف دستام سمت زمینه. دم، میام یک، دو، دم، راست میرسه به چپ. عالی. تکرار. دوباره. عالی.
یه بار دیگه. آخری. خیلی خوب. میبینید دست من توی یه خط حرکت میکنه، تو خط شانه. دم رو انجام میدم، میام یک چپ به راست، دم، بازدم، انقباض. پس ما با هر بازدممون شکممون رو جمع میکنیم. یه دونه دیگه. خیلی خوب. دستام میان پایین. حالا زانو هم خمه، کمرم صافه، ساعدامو به هم نزدیک میکنم، دم، دستو باز میکنم. 1 2 3 دم. عالی. دوباره. تکرار. سر ثابت. قشنگ باز. دم عمیق. بازدم. خیلی خوب. عالی. یه تمرین رفتیم، دوباره میخوایم تکرارش بکنیم. همینی که کف دستت سمت سقف بود. منتها میای پایین با زانوی خم، این حالت آرنجا خم، دم، بازدم، میام اینجا دم. پس میام پایین، دستا به هم نزدیک، بازدم، زانو صاف، دستا از هم دور. بریم دم، 2 3 عالی، 4 دم، بازدم، بازم، دوباره، تکرار، عالی، یکی دیگه، آخری. خیلی خوب. دستا رو میارم پایین. خب حالا میخوام دستامو ببرم سمت سقف. کشیده نگه دارم، از عرض شونه بازتر، دمو انجام میدم، میام پایین با کمر صاف. دم بر میگردم، بازدم میشینم، دم بالا، بازدم پایین، دوباره، تکرار، عالی، بازم، دم، عالی، پایین، تکرار، یکی دیگه. خیلی خوب. دستامو میارم پایین، پاهامم جمع میکنم، بازم پاشنه هامو به هم میرسونم و پنجه هام از هم فاصله داره. دوباره میام روی پنجه. نگه دار اینجا، دستاتو صلیب باز کن. خب میای بالا، زانوهات به هم میرسه، روی پنجه موندی، دمو انجام میدی، میای پایین توی یه خط صاف با پاشنه چسبیده. 3 4 عالی، 5 دم، بازدم، تکرار، 6 عالی، 7 دوباره، 8 9 خیلی خوب. دستا پایین، پاشنه زمین. عالی. حالا پاهاتو عرض لگنت باز کن، زانوتو خم کن، دستاتو بذار بالای زانوت، اینجا گرد شد، دم، چونه توی گردن، بازدم، سر و لگنتو بده بیرون، دم، گرد، دوباره، عالی، 4 3 پس با دم گرد شو قشنگ، بازدم عکسش. خیلی خوب. نرم میام بالا. حالا دستامو باز میکنم صلیب، پاشنه هام به هم چسبیده، دمو انجام میدم، آروم. ببین، 1 پای راست میاد راست، به سمت راست، ببین، آروم، 1 2 پاندولی، پام آروم حرکت میکنه. بریم با هم، دمو انجام میدم، 1 2 3 4 دست صلیب، بازدم، پا باز میشه، 4 3 2 عالی، آخری. خوبه. حالا میخوام برم سمت چپ، پس سعی کن پاتو زمین نذاری، اگه بذاری هم اشکالی نداره. دمو انجام بدیم، بریم، 1
2 3 عالی 4 دم بازدم 5 6 7 یکی دیگه. خیلی خوب عالی. اومدم پایین. حالا دوباره میخوام دستام رو باز کنم، کشیده صلیب. حالا پای راستم رو میارم بالا با زانوی خم، قشنگ صلیب دستات. دم رو انجام میدی، پنجه‌تو میکشی. 1 2 3 عالی 4 زانو خم صاف. با بازدم پامو میکشم. عالی. یه دونه دیگه آخری. خیلی خوب. میام پایین. حالا میرم پای چپم، باز دستامو باز میکنم کشیده، دمو انجام میدم، زانوم خمه، بازدم 1 پنجه پوینت کشیده است، دم عقب، بازدم، دوباره تکرار، بازم یکی دیگه. خیلی خوب. میام پایین. عالی. خب حالا میخوام مهره به مهره برم پایین برسم به زمین. اینجا دمو انجام میدم، با بازدم گرد میشم سمت زمین، نگه میدارم، دم میام بالا با بازدم 1 بار صاف، دوباره این بالا دم عمیق، بازدم گرد میرم سمت زمین، نگه میدارم. حالا اینجا دم بازدم با دست قدم میزنم، میام جلو، حالت خطکش صاف و کشیده. پاها عرض لگن، دستا عرض شونه. دم رو انجام میدیم، بازدم لگنه میدیم سمت عقب و بالا، دم بر میگردیم وسط، بازدم 2 آروم 3 دم عالی 4 6 عالی 7 دوباره 8 یه دونه دیگه. خوبه. آروم زانو میذارم زمین، میام حالت 4 دست و پا، دم گرد میشم، چونم میاد توی گردنم، بازدم سر و لگن رو میچرخونم به بیرون، دوباره دم بازدم، دم بازدم، تکرار. عالی. بازم بازدم، دوباره. عالی. یکی دیگه. خوبه. آروم روی زانوها میام بالا، روی زانوهات بمون. میتونی پنجه های پاتو بذاری زمین یا روی پاتو بذاری زمین، هر کدوم که راحتی. دستاتو بکش جلو، آروم، شکم جمع، لگن رو نگه میدارم، با بازدم میام عقب، 1 کمی 2 عالی 3 ببین اینجا رو نگه داشتم. خب بعد میام عقب 4 دم بازدم، دوباره 6 7 خیلی خوب. دستام میاد پایین، باز روی زانو میمونم، دستامو میکشم سمت سقف. عالی. چونه نره تو گردن. اینجا میشه بازدمم، دم میرم پایین، پیشونی میرسه به زمین، دستا میاد بالا. حالا بازدم، دوباره دم بازدم، دم عالی 4 انقباض، دم بازدم، تکرار. عالی. یه بار دیگه. عالی. خیلی خوب. یه بار دیگه میام حالت 4 دست و پا. خب حالا میخوام یه بار پای چپ رو بکشم عقب، یه بار پای
راستو دم و انجام میدم، بازدم پای چپ، کشیده زانو صاف، دم، حالا بازدم پای راست، دم وسط، دم، پس بازدم یه بار چپ، یه بار راست، دوباره، عالی، تکرار، بازم، دم عمیق، دوباره، عالی، یه دونه دیگه. خوبه. حالا آروم یه سجده نرم میرم، پیشونی رسیده به زمین، دستا کشیده، خیلی خوب. آهسته میام بالا. حالا میخوام غلط بزنم. ببین بهتره، راحت تره که پاهاتو ضرب دری بذاری. پاهاتو ضرب دری بذار، یا راست جلو یا چپ جلو. دستاتو دور پاهات حلقه کن. میخوام با دم آروم برم عقب، آهسته با دم میرم عقب، با بازدم جلو، خیلی آروم. دم، بازدم، دوباره، عالی. روی گردنت نری، دوباره دم، یه دونه دیگه. خیلی خوب. حالا اینجا میشینم، کف پاهام زمینه، دستا کشیده جلو، دم و انجام میدم، آهسته میام پایین، کف پاهام زمین، نوک انگشتای دستم رو میرسونم به پاشنه پام، دم و انجام میدم. حالا لگن رو میدم بالا همراه با بازدم، دم پایین، بازدم بالا، 2 3 عالی، 4 دم، بازدم، دوباره، یکی دیگه، آخری. خیلی خوب. میام این حالت، یعنی چونه میاد توی گردن، سربالاه، با دوتا دستم زانوی پای راستم رو میگیرم، پای چپ رو میکشم جلو. این میشه دم، این یکی میشه بازدم، دم، بازدم. پس یه پا دم، اون یکی پا بازدم، دوباره، عالی، دم عمیق، بازدم، ادامه بده، دوباره، عالی، تکرار، بازم، یکی دیگه. خیلی خوب. میام پایین، آهسته اینجا خوابیدم، پای چپ رو میکشم جلو، پای راست رو میارم بالا، دست چپ زانوی راست رو میگیره این ور میرسونه زمین، عالی. حالا برعکسش، دست راست زانوی چپ، فشار بیار، زانوت برسه به زمین. یه بار دیگه تکرارش میکنم، عالی. اون طرف، خیلی خوب. حالا زانوهامو بغل میکنم، گرد، چونه تو گردن، اینجا دم، با بازدم دست و پامو میکشم، با دم دوباره زانوهامو بغل میکنم، بازدم، دم، پاهام به هم چسبیده، دم، عالی. 4 6 دم، تکرار، بازم، یکی دیگه. خیلی خوب، عالی. حالا آروم میام بالا، میشینم، 4 زانو، نوک انگشتای دستم رو میذارم زمین اینجا، دم و انجام میدم، پشت دستام میرسه به هم، کشش، دم، بازدم، عالی. 5 6 7 یه بار دیگه. خیلی خوب. حالا ساعد راست رو بذار زمین،
دست چپتو بکش، چپو بذار زمین، راستو بکش، دوباره، بازم، تکرار، آخری. خوبه. دستاتو باز کن، قشنگ دایره بزن، نرم. عالی. برعکسش. یه بار دیگه برعکسش. خوبه. کف دست سمت جلو، پشت دستات میرسه به هم. 2 دم، بازدم. عالی. دوباره. یکی دیگه. خیلی خوب. اینم از تمرین 20 دقیقه‌ای امروزمون. امیدوارم که کیف کرده باشید و استفاده کرده باشین. من سعی میکنم هفته یک تمرین 20 دقیقه‌ای براتون آماده کنم. پس لایک یادتون نره، نظرتون در مورد تمرین بنویسین، سوالی داشتید بپرسید. همینطور کانالم دنبال کنین که تمرین‌های بعدی رو از دست ندین. روزتون بخیر.